درود و صد درود بچه های کانال تیپیکال ویدیوهای یوتیوبرهای ایرانی. بریم و اینو بریم خوشگل سوسیس ماسل آمریکایی بررسی ماسل و ماهیچه آمریکایی. شما اصلا ببین سوپر شارژر باز میشه، اون 3 تا دریچه گوگلیش، این تصمه رو شما ببین اینجا که با حرکت من ماشین شما ببین وقتی من گاز میدم چی میشه. اصلا سوسیس. ایمپوننت آربانیتر جی تی ماسل، دسته ماهیچه‌های ماسل و ماهیچه قرار میگیره ماشین. من اول بریم قیمت ماشین رو بهتون بگم. ماشین 2 دره و فکر کنم از این سایت هم گرفتم. دقیقاً همین رنگ سفید اینه، بغل این جی تی 86 کارنس 95 کار نداریم با اینه با قیمت 1,580,000 شما میتونید ماشین رو بگیرین. فکر کنم که HSW و اون آپگریدی که میزنه و ماشین هیولا میشه، اینی میشه که ما اینجا داریمش، هم فکر کنم 500 میلیونه. حالا که برای اون هم بعد ماشین اول بگیرید، بس ماشین گرفتید با ماشین برید اینجا و ویدیو کال رو مد کنید، یعنی در اصل شخص سازیش کنید و اون آپگرید براتون فعال میشه. اصلا اون کاری نداره که لولتون چقدر و اینا. ماشین به شدت لش، تیپیکال ماشین آمریکایی در 1970 1980 و اینم ایمپوننت اون پونتیاک. ببین قیمت سل ماشین چقدر با توجه به اینکه من کامل اینو آپگرید کردم و اون آپگرید خفنه هم روش زدم. ببین قیمت ماشین چقدره و قیمتی خود ماشین فابریک 1,500,000 تا بود. ببین اینو از ما چقدر میخره که من دوباره 1 میلیون دیگه هم توش ریختم، باور کن شاید بیشتر. 1,390,000 من 1,500,000 گرفتم. حالا برکن تاب اسپیدش هم داریم، اکسلریشن یعنی شتاب ماشین، تاپ اسپید، اکسلریشن یعنی گاز دادن. حالا اینه رنگش، حالا شاید بعضی نباشن، شاید بعضی مثلا این چیزا رو نندازن روش، این سوپر شارژر رو، ولی من حالا دوست داشتم یه استایل آمریکایی. اینه که قیمتی واقعا ماشین معقولی نیست، ولی خب ماشین فانیه، یعنی خوش علاوه یعنی که مثلا بهتون حس خوب رو منتقل کنه، حس آمریکایی. رینگاش من دوست دارم. صدای ماشینم گوش کنیم. این از این. کاپوت ماشینم بریم، دره ماشینم باز کنیم. او مای گاد، چقدر منطقی که ماشین 40 سال پیش اونطوری با ریموت باز کرد، ماشین 70 سال پیش 60 سال پیش. این موتور هیولای ما 8 سیلندر 1 2 3 4 ولی 8 سیلندر ما موتور داریم، 8 سیلندر آمریکایی. تصمه های ماشین همه داخلی هم ماشین کار شده، برخلاف کاری که فکر کنم این اسست های بازی، این اسست ها این تکسچرها مشترک باشن بین چند تا ماشین دیگه. مثلا اون فرمون مشترکه، صندوق عقبش هم که ماشین فستبکه، حالا نه بعضی از صندوق عقب خوب داشت ولی گیمه این. حالا چیکار صندوق عقب داره؟ اینه که کلاستر صفحه کیلومتر ماشین آنالوگی و دنده ماشین رو داریم. اگه بتونم بخونم که چند دنده، 1 2 3 4 5 فکر کنم. بله 1 3 4 5 دنده، 5 سرعته. حالا میگم اینم از این. من کاپوتش هم بکنم. بله
خب اینی که جزئیاتی که من خیلی دوست دارم اینه که وقتی شما گاز میدی در اصل اون سوپرچارجر دریچه‌اش باز میشه. خیلی دوست دارم اینو. اینه که وقتی گاز میدید تسمه ماشین، دقت بکنید، تسمه ماشین با دور بیشتری میچرخه و بریم فرودگاه رو یک تستی ازش بگیریم. تست در حقیقت اشتباه رفتم، سرعت، تست سرعتش هم ازش بگیریم تو فرودگاه. و هندلینگ ماشین از الان بگم که تو دیواره، چون که این ماشین ساخته نشده به نظر من برای این سرعت رفتن و اصلا پایدار نیست. اصلا ماشین در میره عقبش، خیلی در میره دیگه، اصلا یه وضعیه. و سرعت بالا اصلا ما نمیتونیم ماشین کنترل کنیم، میره ماشین. یه ذره بهش بدیم مثلا الان واقعا ماشین میره. ترمز ماشینم موضوع خوبی نیست واقعا، با اینکه آخرین لول رو من دارم میگم انداختم روش. بله سرعتش هم میگیریم و منطقه جی تی ای رو داریم که اوکی، منطقه جی تی ای داریم که دور موتور ماشین تا 9000 میره. واقعا منطقیه. منطقم درد گرفت سید. هندلینگ ماشین بازم بگم واقعا اصلا ماشین در میره، ولی سرعت واقعا ساخته نشده این ماشین، در سرعت خیلی زیاد منظورمه. ولی تا فابریک ماشین که 120 تا بره، کیلومتر نه مایل، اینا به مایلن، این کیلومتر بازی همه چی به مایله، همه ماشینا به مایلن و فابریک ماشین اصلا ببین نمیشه کنترل نمیشه که. و فابریک ماشین 120 تا رو میره، فابریک این ماشین به زور 120 تا رو میره و خوبه در اون 120 تایی که میره میشه کنترل کرد. ولی الان که ما داریم حرف میزنیم ماشین 160 تا رو میره. حالا نمیگم سریع ترین ماشین HSW، ماشین آپگریدی کارمیت، همایش ماشین سریع ترین نیست، ولی 160 هم سرعت کمی نیست واقعا. بنابراین که نسبت به پولی که دارین میدین ارزش خرید نداره این ماشین. حالا من خودم عشقی ماشین گرفتم ولی ارزش خرید نداره. و عجب لانچی کرد. یه سرعتی هم ازش بگیریم، جاده کفی، بنزین معمولی، ها ها، تک سرنشین، شیشه ها بالا، کولر خاموش. و اینو ماشین آخرین آپگرید. و اینا رو هم بگم به حال ماشین ماسله و از این لانچ ها هم میتونیم باش بکنیم. و بریم برای یه لانچ زیبا. من حرف نمیزنم و باهاتون از همینجا و این زاویه فعلا خداحافظی میکنم.